عملکرد ماسکینگ به صورت کامل تو نسخه 2026 پریمیر تغییر کرده و دیگه نمیتونید مثل قبل ماسک رو به صورت دستی از زیر مجموعه اوپاسیتی داخل پنل افکت کنترلز پیدا کنید. خب حالا سوال اینه که تو ورژن 26 عملکرد ابزار ماسک چطوریه و به چه صورتی میتونیم ازش استفاده کنیم. تو ورژن جدید یعنی 26 دو تا روش برای ماسک وجود داره. روش اول ابزار جدیدیه که با هوش مصنوعی کار میکنه به نام آبجکت ماسک و روش دوم نسخه ارتقا پیدا کرده از ابزار قبلی که بهش وکتور ماسک گفته میشه. یعنی زمانی که از ابزار الیپس، پن یا رکتانگل استفاده میکنید. همونطور که گفتم قبلا ابزار ماسک رو تو پنل افکت کنترلز و زیر مجموعه اوپاسیتی و همینطور افکت ها داشتیم. اما تو ورژن جدید دیگه اون ساختار قبلی وجود نداره و همه ابزارهای ماسک به پنل تولز منتقل شدن. خب میریم سراغ پنل تولز. اینجا اگه حدود 1 تا 2 ثانیه روی آیکون این ابزار کلیک کنید میبینید که ابزارهای زیر مجموعه براتون نمایش داده میشن. اول میریم سراغ آبجکت ماسک تول، ابزاری که با هوش مصنوعی سوژه ها رو به صورت خودکار تشخیص میده. بعد اینکه این ابزار رو انتخاب میکنید فقط کافیه موس رو تصویرتون حرکت بدید. میبینید که وقتی موس روی سوژه قرار میگیره محدوده سوژهتون با یه هایلایت قرمز به صورت خودکار نمایش داده میشه. بعد از اینکه از محدوده انتخابتون مطمئن شدید با یک کلیک میتونید اون رو ماسک کنید. خب حالا اگه دقت کنید زیر پنل پروگرام مانیتور چند تا ابزار کمکی دارید. اینجا از گزینه اد برای اضافه کردن به محدوده انتخابتون میتونید استفاده کنید. گزینه بعدی هم سابترکه که میتونید با استفاده از اون از محدوده انتخابتون کم کنید. اما تو بخش بعدی و این قسمت میتونید با ابزارهای لاسو و رکتانگل تول با شکل‌های مختلفی که این ابزارا دارن به بخشی از تصویرتون اضافه یا کم کنید. خب برای کم کردن از محدوده انتخابتون با استفاده از لاسو یا رکتانگل کافی اینجا گزینه سابترک رو فعال کنید و به این صورت محدوده اضافی رو مشخص کنید. خب اما تو بخش بعدی این دسته‌بندی گزینه شو آبجکت هاور پریویو داریم که اگه این گزینه فعال باشه موقع حرکت موس حالت پیشنمایش تشخیص سوژه رو با این هایلایت قرمز براتون نشون میده. اگر هم این گزینه رو غیر فعال کنید دیگه موقع حرکت موس به صورت خودکار نمیتونید این حالت رو ببینید. خب تو بخش بعدی هم میتونید رنگ این هایلایت رو تغییر بدید. میبینید که اینجا چند تا رنگ به صورت پیش‌فرض قرار دارن و اگر نخواهید از رنگی برای هایلایت استفاده کنید کافیه این گزینه رو روی نان تغییر بدید. اما یه گزینه جدید تو پنل افکت کنترلز اضافه شده به اسم آن اساینید ماسکس، یعنی ماسک های اختصاص داده نشده. شما هر ماسکی که ایجاد میکنید اول زیر مجموعه این گزینه میشه و بعد میتونید این ماسک رو به افکت مورد نظرتون اختصاص بدید. خب اما بعد از انتخاب سوژه باید اون رو ردیابی کنیم. اینجا اگه پلی هد وسط تایملاین باشه شما میتونید با استفاده از گزینه ترک فوروارد اند بکوارد ابتدا آنالیز رو به جلو انجام بدید و بعد ترکینگ به صورت معکوس یا رو به عقب پردازش میشه. و بعد از انجام ترکینگ میتونید ماسک رو به یه افکت منتقل کنید. مثلا اگر بخواید بجز سوژه بقیه تصویر سیاه‌سفید بشه کافیه رو تصویرتون یه افکت بلک اند وایت اضافه کنید. حالا خیلی راحت افکت رو از زیر مجموعه آن اساین ماسک درگ میکنم و روی بلک اند وایت میندازم. اینجا هم اگه بخواید تاثیر ماسکتون رو معکوس کنید کافیه روی گزینه اینورتد کلیک کنید. می‌بینید که خیلی راحت میتونید تنظیمات مختلفی رو توی این بخشا تغییر بدید و به گزینه دلخواهتون برسید. به عنوان مثال با پارامتر فدر میتونید میزان نرمی لبه ها رو تنظیم کنید یا با اپاسیتی میزان تاثیر یا شفافیت ماسک رو تغییر بدم. پارامتر بعدی هم اکسپنشنه که میتونید محدوده ماسک رو بزرگ یا کوچیک کنید و همینطور گزینه‌های بلند مود رو از این بخش میتونید خیلی راحت تغییر بدید. خب اما بعضی وقتا نیازه که بک‌گراند سوژه رو جدا کنید. توی این مواقع کافیه آبجکت ماسک رو روی اپاسیتی درگ کنید. خب حالا اینجا میبینید که سوژه حذف شده. دلیلش هم اینه که گزینه اینورتد فعاله. من این گزینه رو غیر فعال میکنم و حالا بک‌گراند سوژه‌مون خیلی راحت حذف میشه. روشی که خیلی کاربردیه و خیلی وقتا نیاز میشه که یه متن یا گرافیک رو تو بک‌گراند سوژه‌مون اضافه کنید. توی مواقع کافی از کلیپتون یه کپی بگیرید و اون رو تو لایه پایین قرار بدید. اینجا من تو پنل افکت کنترل ماسکایی که ایجاد کردم رو حذف میکنم و تو لایه وسطم از یه متن استفاده میکنم. میبینید که خیلی راحت متنمون تو بک‌گراند سوژه قرار میگیره. خب حالا بریم سراغ وکتور ماسک. و همونطور که گفتم برای این روش 3 تا ابزار داره، یعنی الیپس ماسک، رکتانگل ماسک و پن ماسک. خب شما اگه موقع رسم الیپس یا رکتانگل ماسک کلید میانبر شیفت رو نگه دارید تبدیل به یه دایره کامل یا مستطیل کامل میشه و برای همه ابزارهای وکتور ماسک امکان ترکینگ وجود داره. اما انتهای آموزش میریم سراغ ابزار پن تول.
که نسبت به ورژن قبل بهینه تر شده. وقتی با این ابزار دور سوژه‌تون رسم میکنید، دستگیری بیزیر نرمتر و انعطاف‌پذیرتر عمل میکنه و کنترل دقیق روی انحنا دارید.